کشف سند برد 8 گله استقلال مقابل پرسپولیس. پس از اختلاف‌های فتح‌الله‌زاده و درخشان بر سر برد 8 گله استقلال مقابل پرسپولیس، آرشیو کیهان اسنادی از دیدار استقلال و همایون که با 8 گل به سود آبی‌ها به پایان رسید را منتشر کرد. جالب اینجاست که فتح‌الله‌زاده ادعا کرد که حتی حمید درخشان هم به برد استقلال در یکی از داربی‌ها با 8 گل اعتراف کرده. بالاخره واقعیت‌های تاریخ درباره ادعای فتح‌الله‌زاده و علی جباری، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال کشورمان، روشن شد و علیرغم اتهاماتی که به این دو زده شد، این اتفاق در سال 1347 رخ داده است. این بازی با نتیجه 8-0 به سود تاج به پایان رسید و یادآور می‌شویم که اصلاً این بازی دوستانه هم نبوده و دیداری کاملاً رسمی بوده. در بازی مورد اشاره علی جباری 3 گل زده است. بعد نیست بدانید که استقلال در اوج تیم‌هایی چون شهباز، ملوان و دارایی و غیره به آنها بین 4 تا 8 گل زد.